سلام دوستای عزیز، اینا رو نگاه کنید. این قبر اینا پیدا کردن، داخلش وقتی قبر باز کردن این جسد رو دیدن، اینجا این اسکلت رو ببینید چی شمشیری رو از داخل این قبر در میارن. واقعا یه هر کسی که بوده از سر این نفر چی کینه و چی بغضی داشته که چی شمشیری رو داخل بدنش گذاشته که الان بدنش از بین رفته و فقط اسکلتش مونده. تنها یک دونه شمشیر نیست، این چند تا شمشیر از توی بدن ای در میارن. نگاه کنید، این با همین شمشیرها به زمین دوخته بوده. نگاه کنید، یکی رو تو قفسه سینه‌اش کرده، یکی رو گذاشته توی دهنش. ببینید حالا چی معلوم نیست چی کینه از این نفر داشتن که وقتی که ایره